بسم الله الرحمن الرحیم. با یک اشاره از بنده که بگی یا رب الهی و رازقی و خالقی، چه کسی در خانه تو آمده که ناامید برگشته؟ کدومی که از بندگان به سوی تو فرار کرده تو تحویل دشمنش دادید؟ میگه منم امثال منه که قدر بکنی؟ کدوم بنده آمده به سوی خدا فرار کرده خدا تحویل ابلیسش داده گفته بگیرش من نمیخوامش؟ شده که بندی به سوی خدا فرار بکنه خداوند تحویل دشمن بهش بده؟ نشده. حتی اونی که 99 نفر رو کشت تو قوم بنی اسرائیل، 99 نفر رو کشت، هل لی من توبه؟ قال لا، قال اذن اکمل المئه. اگر که توبه من قبول نمیشه خود هم نباشی. رفت پیش یک شیخی آگاه به خدا و رحم خدا که رحم خدا چقدر وسیعه، گفت هل لی من توبه؟ چه کسی میتونه مانع تو توبه تو باشه و رب تو باشه؟ ولی شرطش اینه که از این شهری که همه بدکارانن هجرت بکنی به شهری که اونجا همه خوبانن تا وسوسه خلاف دوباره نشید. کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، کار تمامه. اعمال شاق زیادی نمیخواد، فقط این مسیر دلت عوض بشه. الهی دلهای ما را از هر سو به سوی خودت باز بگردان، از این پراکندگی ما را نجات بده. واقعا دلمون پریشان و پراکنده است. کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، بگی یا رب الهی. چقدر راحت این تعبیر الهی. میدونی معنی الهی یعنی چی؟ یعنی خدای من، معبود من، عزیز من. از این دیگه راحت‌تر تو میتونی باشید الهی؟ خیلی وقتا همسرت هم حوصله تو رو نداره، همون که بهش میگی عزیزم، خستم خوابم گرفته، بغل گوشم میگه عزیزم برو، و حوصله ندارم، میپره تو حرفت رو قطع میکنه. ولی کی خدا وقتی تو باش صحبت میکنی تو حرفت پریده، همش گوش میده. خداوندی که صاحب عرشه، وسع کرسیه السماوات والارض، کی تو حرف بندش پریده، حرفشو قطع کرده، همش گوش میده. اگه 1000 ساعت بگید الهی الهی همش گوش میده، نمیپره تو حرفت. سرم درد میکنه، خوابم گرفته، لا تأخذه سنة ولا نوم. الان بد موقع است، بعد تماس بگیر. الان مشغولم، الان خستم. شده؟ نشده.